حمید. چرا؟ سنگ حجر الاسود تو را در جنت نمیرسانه. از همون خاطر است که عمر رضی الله عنه ذهن مردم و عقیده مردم در مورد سنگ حجر الاسود بسازه، جور بکنه. خودش گفت والله انک لحجر، قسم بالله تو سنگ هستی حجر اسود، لا تضر ولا تنفع، نه ضرر به کسی رسانده میتونی و نه نفع. ولولا رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلک ما قبلتک، اگر پیغمبر رو نمیدیدم که تو را بوسه کرد، تو را بوسه نمیکردم. خب پیغمبر تو را بوسه کرده، بوسه میکنه. وگر نه سنگ هستی، نه مالک نفسی، نه ضرر. خب مردم چی توقع داره؟ یک آجی صاحب برای من میگه مولوی صاحب ایرا به خاطر تی تصویر هندم سنگ حجر الاسود زدیم. ما گفتم که در داخل بیت الله یک شب روزم همونجا مانده باشی، من به این تسبیح کوی هیچ ضرورت ندارم. این تسبیح این بندای دستی مرا میبینی، هیچ کس از پیشم گرفته نمیتونه. این کلش صدقه است. این علی شماری سبحان الله گفتن میشه. این دانگه کار ما چی میکنم؟ جیبی خدا پر کرده. ها نمایش خونیست. برو ایرا تو کفنای خدا دعا زمزم میشه از اونجا. من این تسبیح را در بیت الله زدم. او مردم نکنی، آزار و اذیت نکنی، عبادت الله را بفهمی. واجی صاحب وقتی که میری اینجا تعلیم بکو، پیش عالم بشی، کتاب مطالعه بکو، خوب خدا بفهمن که اونجا باز بفهمی که حج چی پیام داره، حج چی فلسفه داره، حج چی نتیجه داره. ما کی پس میم کدام شخص باشم، تغییر در بین ما پیدا شده باشه یا نشده باشه. آلی حاجی ما کی پس میاد کدام حالت در پیش میگیره؟ اول یک زمینه قسم بگه، آلی 10 زمینه، 10 زمینه. این نتیجه حجشان است. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. مصلی در این صورت مقام ابراهیم شد. دوم معنا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، بگیری از جاهای ابراهیم. کدام جاهایی که ابراهیم خلیل الله عبادت و مراسم حج انجام داده، مصلی عبادتگاه جور کنی او را. اگر ابراهیم طواف کرده کدام جای طواف کنی، در کدام جای قربانی کرده قربانی کنی، در کدام جای دعا کرده دعا کنی، در کدام جای شیطان زده شیطان بزنی. کلی مطاف مسعی بگوی منحر جای قربانی، جای طواف، جای سعی بین صفا و مروه، جای دعا که در عرفات است، جای دعا در مزدلفه، جای شیطان زدن. کلش مقاماتی است که ابراهیم خلیل الله عمل کرد انجام داده. چون این عمل کرد مکمل نتیجه اخلاص و صداقت کی بود؟ ابراهیم خلیل الله. خالص برای تابعداری الله انجام داده شده. خوش که الله آمده، الله خوش کرده این عمله. تا روز قیامت زنده نگاه میکنی این عمله و میلیون ها مردم در اونجا سالانه حاضر میشه. کار و کردار کی را زنده نگاه میکنه؟ ابراهیم خلیل الله را. تو وقتی پابند به ملت ابراهیم خلیل الله میشی که یقینا کارنامه ها و برنامه های ابراهیم خلیل الله را مطالعه کنی، بعد از او پیاده کنی در زندگی خود، پشتش بگردی. ابراهیم خلیل الله چطور زندگی داشت، چطور اکتفا با چی کرده بود، کدام زندگی را اختیار کرده بود بدانی. در این صورت مصلی باز به معنای عبادتگاه هاست، جاهای عبادتی که ابراهیم خلیل الله انجام داده در کلش تو انجام بده. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، بیت الله را خو اردویشان جور میکنه. الله چی امر میکنه؟ عهد، امری که محکم باشه، امری محکم کردیم، وصیت محکم کردیم. الی ابراهیم، بسوی ابراهیم علیه السلام در وقت بنا کردن کعبه و اسماعیل علیه السلام. کدام امری که خیلی ضروری و مهم بود ما برشان فرمان دادم. کدام بودو؟ ان طهر بیتی، که شما پاک نگاه کنه خانه مرا للطائفین، به کسایی که طواف کننده هاستا، والعاکفین، کسایی که اینجا معتکف است، و رکع السجود، به کسانی که رکوع سجده میکنه. بیت الله را الله اینطور یک موقع داده، 1 ساعت هم بی نماز نیست. 1 ساعت، در 1 ساعت هم از همون خاطر یک تعداد علما قائل به ایسته که هیچ ساعت در اونجا نفل مکروه نیست. اگرچه در احادیث صحیح در وقت طلوع، در وقت غروب آفتاب و همچنان در بین طلوع فجر تا نفل مطلق درست نیست. نفل سببی صحیح است. نفل سببی مانا طواف بکنی، بعد از طواف تو 2 رکعت نماز میخوانی. چرا در بیت الله تحیت المسجد نیست؟ تحیت بیت الله، تحیت المسجد چیست؟ طواف کردن است و بعد از تو 2 رکعت میخوانی. از همون خاطر در اونجا همیشه میبینی معتکف وجود داره، طواف کننده وجود داره، نمازخوان وجود داره. از همون خاطر است زمانی دنیا از بین میره که در بیت الله 1 نفر پیدا نمیشه که چی کنه؟ طواف بکنه. اونجا است که باز
این جهان باقی نمیمانه، قیامت قایم میشه. تا که در بیت الله یک نفرم طواف میکنه قیامت قایم نمیشه. از او خاطر این را الله جای امن گردانیده. یک نقطه امن این میسته. امن یک معنا که مردم اونجا میره به امن است. دوم معنا است که امن دنیا امی بیت الله است. تا وقتی که این بیت الله طوافش میشه تا او وقت الله قیامت نمیاره و این دنیا را خراب نمیکنه. خود دستوری مهم الله در مورد بیت الله، بیت خود کدام دستور است؟ بگوی پاک کردن بیت الله را از چی؟ بگوی از هر نوع لوث و گندگی، چی ظاهری باشه، حسی و چی معنوی باشه. ظاهری و حسی این میسته که در بیت الله باید گرد دیده نشه. یقینا الله امی دعاها را، امی دعاهای ابراهیم خلیل الله را پورا کرده و الله تبارک و تعالی در اونجا اینطور مخلوقی را پیدا کرده که یقین به الله بکو که امی دانه گردم اونجا بیفته عمل است، خادم است مکمل. یک ساعت بعد جاروی برقی است که سری چی تیر میشه، میبینی همینطور دلت خوش بیاد که یقینا این کدام مقام است، یعنی قلبت خلاص است، ایلاست برات وضاحت میشه. همونطور مردم مقرر کرده هر جایی که عبادت الله میشه او قابل طهارت است. ما باید مساجد الله را آنقدر نظیف و پاک نگاه کنیم که پرسان نکن. مساجد دایی چی خوشبویی کردن این قطعا یک سنت رسول الله است، خصوصا در وقت انبویی و روزای جمعه. اما در مساجد افغانستان یک جای خوشبویی وجود داره؟ این سنت رسول الله متروک است. بلکه مردم چی میکنه؟ در این تابستان کرمچ پای میکنه، باز میامو بدبویی پایای خدا در فرشای مسجد میماله. همین قسم است مستریای ما اونا آمده رویسته فرشای مسجد چی کرده که وقتی بینی تا میمانی با جز از تیل فروش تیلش اینجا بویش مانده، رنگ فروش رنگش باقی مانده. همین قسم است یا نیست؟ مساجد الله نگاه نمیشه. تو که میایی مردم بوتای خود از سری فرش با امرای خاک و خروجیش بازی تو روار میمانه. بسیار مردم اینطور هستند. عجیب است. این مسجد الله است، باید پاک نگاه شود. مامور شدیم که ما باید مساجد الله را پاک نگاه کنیم، بفهمیم که جای عبادت الله به کدام سیستم باشه. نه ملا صاحبی ما، ملا صاحب سابقه ما که کلان ملا بود. تو کجا ریزگک ملا پیدا شده حالی گپا میزنی؟ ملای کلان داشتیم. یک نفر مرا گفت خو همون ملایی که تفدانی هم در پالیش بود در میراب که مانده بود، همون در میراب که مانده که تو فهم میکرد. با تو از تو سوال میکنم، تو را به الله قسم اینجا نان بخو ولی همون نسواری خود تف کنه که نان باز در دلت میشانی. ولی در مسجد الله او تفدانی را نگاه میکرد. صرف 3 روز 1 روز ملا باز الله تنبل نکنه. ملا خیلی تنبل است، در این کارا باز هیچ امور دور نمیندازه. برو که چقدر بوی میده، لنگی خدا اوز کنه 4 ساعت در پالیش نزدیک شده نمیتونه. عجیب است. اسلام دین نظافت است. ببینید بیت الله را الله امر کرده، اولین فرمان است که بیت الله نظیف شود. خب البته نظافت حسی هم است، معنوی هم است. بیت الله باید پاک باشه، در اینجا معاملات و کارهای شرک نشود. حکومت ترکا آمده بود، ترکا او قدر زیاد مسلم و مردم افغانستان و پاکستان هندوستان واره بسیار پیرپرست است. از همون خاطر زیارت ها را و خانقاه ها را این قدر رونق میده که پرسان نکن. زیاد احتمام از زیاد فقط پشتی نمید قبراست در اونجا که پخته کرده که ببینید که مصرف سرش میکنه، پرسان نکن. بیت الله را قریب که مرکز نعوذ بالله نمی قسم که بوسه شوه و که جنده بند شوه و که بسته شوه، الله مسلط کرد شخصی چی را؟ بگو شخصی که واقعا تجدید دین کرد، واقعا دین مجدد ساخت. او همینطور شرک و گپای خرافاتی در حرمین در اردوش دیده میشه؟ یک دانه گپی شرکی دیده نمیشه. از کرام معذف است که مجردی دست میزنه من نمیکنه، قطعی قمچین میزنه. در پنجره قبر پیغمبر علیه السلام که مردم میرسه که وی میکنه و چی میکنه؟ شرک گفته صدا میکنه که شرک است. و مردم به نام اسلام آمدی اینجا پنجره را دست میپرتی. دست در پنجره چی مفهوم داره؟ چی معنا داره؟ برکت حاصل میکنه. پنجره چی برکت داره؟ پنجره را خود تو جور کردی، آینش در کجا آمده، رنگش تو کردی، گلکاریش تو کردی، یک پنجره است. پنجره چی داره؟ این زیارت هایی که شما پنجره ها را که بوسه کده را ایستی، این چی کمال داره؟ بگوی شما یک دلیل خوب بگوی. ما گفتم که بیت الله است، خانه که معزز و شرافت به نزد کی داره؟ الله داره.
خود دو کنجش قابل لمس و بوسه بود، دو کنجش نبود. تو خیرینیالی در مقبره که میری در سخی جان پنجری از وا و دیگ از وا را حلقش بوسه کده رو ایستی، این از کدام دلیل؟ در کدام سند میگی؟ این در کدام مذهب است؟ بیار دمو مذهبت که تو ثابت میکنی روی تسرش میمالی. ما خو میگیم که دین تباه کردن، دین عکس کردن. دین عبارت از چیست؟ زیارت ها رفتن. بس زیارت ها کدام هم میگن؟ قبری پدرت نمیری، مادرت نمیری، بابایت نمیری، قبری یک عالمی برجسته نمیری، قبری یک آدم نیک نمیری، قبری که گنبد سرش جور شده. این گنبد سری که جور شده ملنگ بود، ملنگ. نه جمعه میخوان، نه نماز میخوان، در نجاست ها عمری خود تیر کرده. بازور نه تنها قبریشه، این جای خوابیش است، این جای چی است؟ نشستنیش است. اینجا سر اینطور زده، اینجا عصای خود چخ کرده، اینطور گپا کلی جاهای از اون به نام تبرک مردم بوسه کرده رایسته. این کدام دین است؟ ها؟ این کدام جای است؟ برای ما نشان بدن مردم که ما همون پیروی بکنیم. زیارت به نزد مردم معرفی به کدام شده؟ که بیرق بالا باشه و گنبد داشته باشه و زیارت است. مقبره دیگه مردای دیگه زیارت نیست. کدام است؟ در دین نبی طور تفکیک آمدن. خب پاک بسازه. ابراهیم و اسماعیل علیه السلام این مرکز از شرک قطعا پاک نگاه بکنه. همونطور نگاه کرد یقینا. عالم الله همونطور نگاه کرد از شرک. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. قابل یادآوری است در آن وقتی که ابراهیم خلیل الله دعا میکنه، به ما تو درس میده بنده همیشه تو باید از الله تبارک و تعالی بخوایی. چند درس بر ما میده چی رقم دعا بکنیم، چرا که بزرگترین شخصیت کسی که الگو و نمونه است در تمام کار و کردار برای ما و تو مقتدا است، او چی رقم مطالبه. دو درس بر ما میده انسان حوایج و مشکلات خود از کی بخواه. قرآن درس بر ما میده بزرگترین نمونه و پیشوا برای شما وجود داره. ابراهیم خلیل الله که خیلی بنده مقرب برای الله بود، پیغمبری برگزیده، الله برش انعام داده بود، او را امام جور کرده بود، لیکن بازم طلب دعا از الله تبارک و تعالی میکرد. میکنه یا نمیکنه؟ همینجا خانه بیت الله را آباد میکنه. چی دعا میکنه در این سرزمین؟ اول دعایش است و اذ قال ابراهیم، و در آن وقتی که گفت ابراهیم خلیل الله رب ای پروردگار اجعل هذا بلدا آمنا، بگردانی نمیر شاری امن که مردم بالکل در این امن باشه، اجنا تشنج استراب پریشانی جنگ جدل نزاع کشمکش در این نباشه. بزرگترین دعا. دوم درسی که آیتا بر ما میده چه رقم دعا خواسته شود. ابراهیم خلیل الله اینجا واسطه وسیله ها نمیکنه، نمیگه که یا الله بروی آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، هود علیه السلام بگوی دیگه، یا بروی از یا چی بکو اینی شهر تو امن بگردان. میگه رب ای ذاتی که تربیت ما را میکنی، یکی از جمله نیازهای تربیتی ما است که جای جای امن باشه، زندگی شوه، در اینجا مردم آباد شوه، در اینجا مرکز توحید جور شوه، کاری دعوت شروع شوه. این از جمله امو اجزای تربیت توسته. الله تو تربیت کماره. ربی میگه ربی اسماء و صفات الله را وسیله جور میکنه. قرآنی درس بر ما میده. دوم درس بر ما این میده. سوم چه چیز اولین نیاز مردم است؟ بگوی. تا که امن نباشه تو عمل به احکام الله کرده میتونی، جماعت قائم میتونی، روزه گرفته میتونی، احکام الله را نافذ کرده میتونی؟ نمیتونی. یک موضوع تا که امن نبیه برنامه های تعلیمی و تربیتی تا هیچگاه پیش برده نمیتونی. تا که امن نبیه بنیاد اقتصادی تا برقرار نمیتونی. تا که امن نبیه مردم زندگی روزمره خدا پیش برده. اولین نیاز مردم امن است، در امنیت اهتمام داده شود. خیلی خوب، امن بسیار امر مطلوب است. مسلمان هم میخواه، کافر هم میخواه. امروز دنیا شعار اولش که مردم سرش فریب میده مسئله چیست؟ امن است. امن باید باشه. خو امن توسط چی میآید؟ امن توسط اسباب امن میآید، چیزایی که سبب و ذریعه برای امن میشه. هر قدر که اسباب وافر باشه، زیاد باشه، همیشه باشه، امو رقم امنم زیاد است، همیشه هم است، پایدار هم است. هست یا نیست؟ همونطور است یا نه؟ اسباب امن چی چیز است؟ اسباب امن بم اتم جور کردن، راکت، طیاره B-52 جور کردن، کامراها جور کردن که مردم مراقبت بکنه. کدامش از اسباب امن؟ شما بگوید دیگه.
دنیا جهان امروزی ما ناتو با همین قدر قوت و قدرت خود در یک افغانستانی کوچک که یک نسوار نمیشه با کلی نیروی خود اینجا آمده، با کلی نیرو، وسایل کنترلی هم داره، تیارات هم داره، اسلحه خیلی مخرب هم داره، شبکه های جاسوسی خیلی گسترده از وسایل هم داره، از مردم هم داره، در بین زنا جاسوس، در بین قاریا و ملاها جاسوس، در بین مردم متدین جاسوس داره نداره؟ داره. خو امن آمده زدن در هلمند یک ولسوالی را امنیت آوردن نتونست، ولسوالی مرجع که با مجرد نیرو پس برآمد. زول امام زړې تراوی بود، امام کنه تراوی کنه بود. امن آمده؟ شما در کابل در امن نستی؟ نه، شما خیلی به امن نستی. از او سردمدارا کرده، از اون نیروها کرده. تو که پالویت مردم لشانه تام بخوره غمشه نداری، خوب که 100 کیلومتر برش نزدیک میشی که تو آرام نشینی. فرق قطعی چیسته؟ بگه قطعی فایر میکنه، چی میگه؟ مرمیای پلاستیکی میزده تا که بیش نبیا. امن کی آورده میتونه؟ اسباب امن. اسباب امن کدام است؟ بزرگترین سبب امن عقیده است. چی است بگه؟ امن عقیده میاره در جهان. امن عقیده میاره. عقیده با کی؟ با او اللهی که لحظه تو را میبینه، با او اللهی که باز قطعی تو محاسبه میکنه، با او اللهی که همه قدرت پیشش است. بعد از دو تمرین عملی هم برات میده برای امن. نماز بزرگترین سبب امن است یا نه؟ چطور سبب امن است؟ کلگی در یک خانه جمع میشه، یک امام پیش میکنه، در یک صف استاد میشه. اینطور میگه یکی دیگه خدا الله اکبر، کلگی یک نفرم نمیگه که نه من کلان هستم. کلگی چی میگه؟ الله اکبر. کلگی در رکوع میره، کلگی نمی پیشانی که سرش ناز میکنه در سری خاک میگذاره، کلگی دستکای خدا اینطور بالا کرده. روزه امن سبب امن است یا نه؟ امون نفس طغیانگر مکمل کنترل شده از کلگی. از امون خاطر است که مسجد ها را پر میبینی، پیشین در بالا مردم استاد میشه. خو غیر از رمضان مبارک اگر در پیشین مسجد پر کردی من دست که خدا قطع میکنه. حالی در رمضان کارا و دفترها زیاد میباشه، در غیر رمضان؟ در غیر رمضان کارا و دفترها زیاد میباشه. چطوری حالی پر میشه او دیگه وقت پر نمیشه؟ چرا؟ اینجاست که روزه کنترل کرد خواهشاته، نفس کنترل کرد، شیطان حالی بسته شده. خو امن است، درسی امن برات میده، برات میگه سعی که کنترل کن. نفست میخواد موتری فلانی از ما، پیسی فلانی از ما، دکان فلانی از ما، نفس کنترل کو بیادرم. حج برات درس عملی میده از امن. میده نمیده؟ ما به جهان چلنج داده میتونیم، چلنج که در نظام اسلام امن وجود داره، عملا مساوات وجود داره، صمیمیت وجود داره، قانون رعایت وجود داره. یک نفر از قانون حج، از مراسم حج خلاف کرده میتونه؟ اگر پاچاست، اگر دیقان است، در مراسم حج میره، امو سنگ گیره که یک چوپان میزنه، امو سنگ پاچام میزنه امو طوافی که چوپان میکنه پاچام میکنه، امو قربانی که چوپان میکنه پاچام میکنه. امنیت وجود داره یا نه داره؟ بالکل امن است، فضای صمیمیت برابری است یا نه؟ اگر هر قدر پاچاستی امو دو سفید، دو چادری سفید که یکی لنگ است یکی چیست، بگوی چادری تست در بدن تست یا نه؟ کلگی یکسان است یا نه؟ با جهان اعلان میکنیم که ای جهانیا، اگر امنیت میخواهی در اسلام است، اگر مساوات میخواهی در اسلام است، اگر صمیمیت میخواهی در اسلام است، اگر میخواهی که نظم و دیسپلین است، در کجاست؟ ما روزمره در سا اسکرا را که مردم در یک مملکت تربیه میکنه که الله قطعه تشریفاتی است که الله زفت و پرودو که والله ارسای که ارسای که هرچه. ما بدون تعلیم، سایمان صاحب برای ما استاد نیست، هیچ تعلیم نداده، کلی ما میاییم والا ارسای استاد هستیم یا نه؟ با یک شکل باز چی میشیم؟ در رکوع، بعد از دوده سجده، بعد از دوده کل نظم است. اسلام مکمل نظم است. صبح طلوع میکنه یک نفر خود یک گوشه، در یک خانه، در یک جای همین خطر خوب کنه که آب بخوره یا نان بخوره. قرار نیست دیگه، بند است، نظم است. با مجردی که آذان شروع میشه دهنی نیست که نجنبه. اسلام نظم است، اسلام دیسپلین است. سیاست چی را میگه؟ اینه میگه
اگر تو میخوای که جهان شوه، انسانیت واقعا انسان شوه، انسانیت خود درک بکنه، در کدام نظام است؟ اسلام است. اسلام اول چیزی که اسلام میاره امن است. امن توسط عقیده میاره. ابراهیم خلیل الله اول دعای امن میکنه. بعد از او فکر انسان وقتی یک کمی آرام میشه که از نگاه اقتصادی مشکل نداشته باشه. کسی که از نگاه اقتصادی مشکل نداره بسیار به فکر آرام عبادت الله را میکنه، بسیار به فکر آرام. ابراهیم خلیل الله دام دعا میتونه میکنه. و از قال ابراهیم قابل یادآوری است در آن وقتی که ابراهیم خلیل الله میگه رب ای پروردگار اجعل بگردان هذا ای شهر بلدن، یک شهر آمنا به امن. در اینجا امن بلد نکره ذکر میکنه، در سوره ابراهیم معرفه ذکر میکنه. چرا؟ اونجا دعا بعد از جور شدن آباد شدن است، این قبلا است. این شهر امن بگردان. اگر کسی سوال بکنه که وای در زمان حجاج خود در بین بیت الله کشتار شد، صحابه کشته شدن، در زمان قرامتم بیت الله چی میشه؟ جواب برش میگیم که الله از دشمن بیرونی را امن گردانیده. یک آدم تسلیم که خانه برش بگو که دزد نزنه او خود ازی دزدی کنه، دیگه چی؟ دعای ابراهیم خلیل الله خود قبول شده، خود که خود مسلمان او را جای امن نمیمونه، او جدا مسئله است که خودش نمیمونه. اینجا که هر قدر نارواکاری شد از دست دی کی شد؟ بگه مسلمان شد. ورزق له من الثمرات، روزی بده اهل ازیره من الثمرات. ثمرات میوه را نمیگه اینجا، خوب مفهوم واسع داره. تمام روزی بده اهل ساکنای نمی حرمه من الثمرات، از هر نوع ضرورت های زندگی. شما آجیا بر شما علم است. کسانی که در مکه و مدینه منوره میره، در اینجا ابراهیم خلیل الله دعا کرده. با مدینه کی دعا کرده؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چیزی از اموال دنیا، تولیدات دنیا نیست که در مکه و مدینه پیدا نشود. در کابل من شرط براتان میگذارم، یک روز جشن میشه، سابق میشد نه؟ در هتل نان خوش پیدا نمیشه، گروپ مردم در هتل‌ها دور میخوره، نان پیدا نمیشه، گوشت پس مردم چی میشد؟ این یاد ما بود در روزای جشن افغانستان. از ولسوالی ما می آمد در چاریکار، پس که می آمد کلگی چی را میکرد؟ شکایت گشنگی که در هتل‌ها نان پیدا نشد. لکن عمیق قدر نفوس از جهان میه در این مکه مدینه را بگذار، او خو یک دشت و بیابان کلان داره، بازار کلان داره، اما مکه خردترین جای دمیجا مردم. چرا؟ یک روز یک حاجی خو بگه که چیز پیدا نمیشه، چیز پیدا نمیشه. برکت دعای ابراهیم خلیل الله را دیده. و اینجا میگه که از هر نوع ثمرات، اینجا مراد ثمرات چیزای ضرورت مادی و معنوی است. ابراهیم خلیل الله این دعا را کرده. در حرم حلقه حفظ است، حلقه تفسیر است، حلقه حدیث است، در اونجا که جای اعتکاف است، جای طواف است، جای نماز است، همه چیز برات آماده. امروز مرکز دین کجاست؟ کتابا در کجا؟ سایت ها از کجا جور میشه؟ نشر اشاعت دین از کجا میشه؟ از کدام مرکز میشه؟ این برکت دعایی کی بود؟ ابراهیم خلیل الله. ابراهیم خلیل الله پیش نکرد دکه خورده بود که گفت الله که تو را امام بگردان، گفت اولاده مرام چی کو امام بگردان. الله گفت که طور مطلق توی مکه انعام کرده بود، تو گفتی کلی اولاده؟ نه، کلی اولاده نیست. طور اولاده تو پیدا کنی که پاچایی پدر دا چی کنه؟ دا قمار ببازه. طور اولاده پیدا میشه، کلگی طور نمیشه. این دفعه که دعا میکنه بسیار احتیاط میکنه ابراهیم خلیل الله. چی میگه؟ من آمن منهم، کسی که ایمان داره، منهم از اولاده ما، از اهل همین شهر، از اهل همین شهر کسی که مؤمن واقعی است، الله برشان چی بکن؟ بگه ثمرات ارزانی کن. بالله که به الله عقیده داره، و الیوم الاخر، به روز آخرت عقیده داره، کسایی که مؤمنای واقعی است. الله به ابراهیم خلیل الله عالی فرمان میده. سعی کنید